نمیگم جهادی جهادی خود صدا میکنی. حیف جهاد، ای افسوس که کلمه جهاد برای خود استعمال میکنی. با پهلوی او کسی امروز ایستاد استی که دین روز قدر جنگ میکرد. روسیه پلید خبیث که تا دین روزه ممالک اسلامی ما را بلعید. شخصیت امام بخاری واره که مرکز دین بود بخارا، او را مبدل به سانه ها و به بیدینی ها ساخت. امروز تا سوریه را دامنی خود میکشه. این لعنتی خبیث چرا بالای اسرائیل روان نمیکنه برای که دفاع از ملت مظلوم فلسطین بکنه؟ یا تعجب به ایست آن لعنتی تو تا دین روزه ملت افغانستان کرکرو نمیکشتی. امروز که کدام بدبختی در این ملت است از همین کمونستی پلید پیدا شد. همین رزیل روسیه تربیه کرد. همین خود باخته ها و دین باخته های مشرک کافر